سلام بچه ها، چطوری؟ خوبید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. کار کاسبی چجوره بچه ها امروز هم اومدیم امروز پوشکام رنکت نمیدونم شاید بریم، ولی ما اول این تیکت 5 تا مونده اینو بریم، بعدش اگه شد رنکت هم میریم. حتما لایک کامنت سابسکرایب رو بزنید، یه جمعهش یه انرژی به ما بریم. و این برابل تیک میریم، خیلی خوبه داخل این مپ. من فکر کنم اشتباه آوردم این چیزشو یا درسته، نمیدونم، شاید هم اشتباه شم، نمیدونم، ببینیم. اشتباه آوردم، آره. بچه بعد اینو باید درستش کنم. خب من تازه بلند شدم، اگه صدام یه جوری دیگه ببخشید. همین الان تازه بلند شدم اومدم سر ویدیو رکورد کنم. گل شد کسل، کجا داریم؟ خب گل اول رو زدیم، یه هایپر شارژ سوپر. خب اون مرد. خب ما توپو نمیگیریم، ما توپو نمیگیریم چون اینجا ما گجت میشیم اینا رو بکشیم. ریدیم. اصلا یارم بس چیز داریم آجی، سرج داریم، من ندیدم اصلا، پشمام نبازیم آجی. ریدم، برعکس زدم آجی، اول سوپر زدم بعد هایپر شارژ زدم، قشنگ ریدم. وای از کون آوردم. کله دو چشمی باشه دادا، گلو بزن جونه داداش. بزن دیگه، بزن دیگه، مرسی. من این چیزاشو درست کنم. قبلا چی بود یادم هم نمیاد چیا بود. وای طول میکشه. این خوبه، این خوبه. وای اسکین بده جون داداش، اسکین اون ادگار رو میخوام. وای 8 بیت داد. اینو دارم من، ولی خوبه، خیلی قشنگه اینا. 8 بیت من بهتر از اینشو دارم. این خیلی خوبه. حالا اینو یه تست کنیم، تست کنیم ببینیم چجوریه. من اون یکی دوست دارم، اینو قشنگه. نه آجی این به دردم نمیخورم. اون یکی اون اگه میکشتی کی او چیز میاد، اینجا مثلا کی او نوشته میشد، یعنی ناک اوت. این بکشی چی نمیاد، به دردم نمیخوره، ولی خوبه، قشنگه، بد نیست. ولی اون ادگار رو میداد آجی، ادگار خیلی خوبه. اینا نگیریم. بذار من قبلا با چی می آوردم؟ وای اونم نیست. بذار اینجا خودم شانسی درست میکنم یه چیزی. حالا شد دیگه. وای دیگه سرما خورد نیست فکر کنم، این آبریزش بینی داریم. چیا بودن یادم نمیاد، کیر توش. خب این بود
خب این بود. اینو بریم ببینیم چیه. آیا اصلا اون سه تا فرشته در میاره، اون نمیدونم کدومشه. هرچی هم خوندم شبیه همون. انگلیسی یکم بد ریزه، اونقدر خوب نیست. اینم نه ببین. خب مچ اول و مچ دوم که بلگا رفتیم با این یارای تخمی. مرس. خب گل دوم زدیم. گل اول ببخشید، گل اول زدیم. خب گلم خوردیم. کیری دارم میبازم ها. این مادر جنین بی کیرم تو کس رنم تخمی بازی کرد آجی. هی میخوام من تلاش میکنم برم نفر اولی با اون تیکت، نمیذارن این یارای رندوم. کاش با رفیقم میرفتم. وای علی مار آجی. یه هایپر شارژ بده به ما. برو آجی بخور بهش. برو کله. اوی حاجی پشمام بابا، ولم کنیم تو رو ناموسم. بابا نتونست اینقدر تلاش میکنیم، گل نمیخورن اینا. بگاه سگ رفتن اینا. تریپل کیل زدم آجی، اینا رو نگاه پشمام. بابا بخور دیگه. وای یه گل نتونستن بزنن آجی. تموم شد مچ. 700 تا هایپر شارژ زدم آجی. هفتصد تا هایپر شارژ سوپر، 1000 تا سوپر، 700 تا هایپر شارژ. پشماتون میریزه. بیا این گلم خوردیم.
سیر که مگه یا اینجوری گل بزنه. بزن بابا جون ناموستون بزنید. خودم باید بزنم آجی وای 700 تا هایپر زدم 1000 تا سوپر زدم آخرم خودم یه بار مردم 14 تا کیل 170 1000 تا دمیج خودم هم گل زدم. ای استار به من نباشم کی باشه اندازه 10 تا بازی هم استار باور شدم. وای فکر کردم لک شدیم. خب بریم برای بتل سوم. ای کیرم تو این کلت بزن اینجا دقیقا به ما بخوری بگان نریم دوباره هم نه. بیا یه سپرایز هم واسه من از طرف من واسه تو بخوره دیگه ناموسن. مر بیا اینم یه سپرایز دی. وای ای کیرم دهنه کلش گاید ما رو این. وای بابا ولم کن این نستم یعنی میبازیم اینو نگاه نمیذاره تکون مخوریم. از اینجا باید بیایم بیرون. وای اینا که هیچ کسی هم اصلا هیچ کاری نکردن تا الان. احمقا رو نگاه کن. دادایی نمیشه اینجوری نمیشه باختیم این. مادر جنده رو نگاه کیرم تو پست نه بابا وایسا یه مادر جنده یه چند دقیقه ننداز اون قصه رو کیرم تو اول آخره گاییدی ما رو بابا کیرم تو قصه نه به این مادر جنده دیگه من نمیرسم به این خار کسه. نه میرسم اینو ببرم شاید نفر اول. حالا ببینیم گاید اون تیکه مادر جنده سرشو میندازه سرشو. البته منم سرمو میندازم. ای بیت این چیه این خواه قصه است کسخل معلومه دیگه اونو اینجوریه. ای کیرم دهنتون وای اینا چقدر نوبن. بمیر تو کسکش کیری بکش بیرون از ما. ها با یارش رفت آجی پشمام دیدین
وای ریدم الکی زدم. حاجی اون با یارش رفت مگه میشه؟ سوپر این چیز بود ویلیام این بود با اون رفت یار خودش مورتیس رو مرسی. آجی دوباره ببینیم. بذار اول از این رد شدیم یا نه؟ با جون داداش برو نفر اول. ولی خب فرقی نداره 15 تا باز خوبه باز خوبه. آجی اینجا رو یه لحظه نگاه کنیم. پشمام ببین همینه آجی همینه. نگاه این سوپر میزنه رو این مورتیس اونا. اینو میگیره یار خودش. الان یار خودش این ستا یار مایه. این ستا ماییم الان. اینا دارن میچرخن. پشمام به این باگ که نیست البته. وای چه خوب بود. خواهی برم یه چند دستم رنکت بزنیم. رنکت هم میرسیم به متیک 2. بریم تلاش به رسیدن به لژندری دیگه. جنگرم اینجا لیون برمیدارم. لیون خوبه. لیون پیک خوبیه. خب جین رو بند میدیم. جین بده. لیون این بند نکرده باشن که پیک میدم لیونو. خب کنجی آخر روی این مپ فکر نکنم های بد باشه. کسخال و کنجی رو بده. سندی پیک داد با بی. خب ما این لیونمون خوبه. بل نبود. کولت پیک داد. اسپایدرمن سندی اونا رو. خب فنگ پیک داد آخر. ریدی ما پیکت الان میخوای چنج بدیم. مادر خوش ندیم فعلا. نمیخواد خوش بدیم. سیکیر بابا. من میرم ساید هر ساید من میگیرم. من اینا رو میتونم بزنم. اینو ببین بعد بی یکم میتونه بد باشه. خب این میره ساید وسط ما میریم ساید چپ. خب سندی اومد خوبه. اینجا میتونیم بدن کسیشو نگاه. خب مرسی کنجی باز داره بازی میکنیم کسکش. بعد میخوایی چنج چرا بدی. اینجا یه گجل. اینجوری ما میریم اینجوری یه سوپر بده. خب وای بزن اونو بزن حداقل. ای سطح اینو گاهی. وای خب سوپر داریم. هیچ عجله ای نمی کنیم. وقت رفتن. وای خوب گرفت. وای در رو نمیری ناموسن نمیر. بذار یه سوپر پر کنم دوباره. شارژ دارم.
خود در رو گرفتیم. تموم بک بده. نمیرسه. 7 تا 2 تا دیگه نمیرسه دیگه. نه نمیرسه دیگه. مرسی خوب بازی کرد. نه بلده. آیتسه میخواد بیای گاید ما رو. این است. خب بریم دوباره ساید چپ رو میریم. اونم که همون طبق روال قبلی خوبه. بی فقط رفته ساید راست. میخواد کنجی نذاره بیاد جلوی. خب کیری کسو میزنه. بریم اینجا ببینیم چی جلومون داریم. خوبه. خوبه. وای نمیر. دو تا داشت. اوکی میمیرم. سطح اینو باز خوب زد. در رو. مرسی گنجی. بیا همینجا. نه همینجا وایسا. عالیه. خب مچ اولو بردیم. یه بار مردم. 11 تا کیل. استار پاورم شدیم. متیک 2 خب اینجا یه چیز خوب بده دیگه. باز نچرد. باجی من یه بار از این چیز استار انجل میگن چی میگن اصلا. مثلا این اگه زیاد طول بکشه چیز خوبی میده دیگه. خب من معمولی چرخید، سریع چرخید ولی هایپر شارژ داد حاجی. الان بهتون نشون بدم هایپر شارژ چی رو داد. هایپر شارژ اینو داد. کو آخره هایپر شارژ این نه ها پشمام ریخت اصلا. نمیدونم چه جوری ولی خب داد دیگه. خب بریم بتل بعدی. هات زونه. اینجا تیک خوبه. اینو بزنم. پیک چی بند بدیم؟ چی فسان بی رو بند بدیم. از اون کنارا میاد بد میشه. اینو بند بدیم. وای تیکو بند داد. اشکال نداره ولی چی پیک بدیم؟ لو هم نداریم. بل پیک بدیم. بل خوبه. خب سه تا جمع میشه اونجا. یه اتک بخوره، یه دونه بزنم بخوره بهشون خوبه. میتونه اذیت کنه. اینو بگیریم. اینم کی همین. این چیه فعلا نمیدونم. اینم این به دردم نمیخوره. اینو میگیریم. اگه وسط گرفتیم باید بکارم دیگه. اینو بگیرم آجی. گیر نمیدونم. بذار اینو بگیرم که فقط اگه شد وسط رو بگیریم و بکارم. خب
دراکو جسی لومی. اینجا ما بو داریم، این اسمش چی بود یادم نمیاد، پرتاوی. خوبه پیکای رو، خیلی هم بد نیست، ولی پیکا اونا خیلی خوبه پیکا اونا. ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. یه دونه زدم. ای کیریه تخم سگ. خب بمیر. خب مرسی مرسی مرسی. بمیر دیگه. وای نمورد آجی. چرا گرفتیم ها، ولی وسط گرفتیم. وای اصلا فکر نمی کردم به این بخوره. وای اون سوپر و هایپر شارژ داره. پشما چقدر سریع در آورده. بمیر بابا. ای مادرتو گاییدم لومی. آجی این خیلی خوب داره بازی میکنه. ای کیری باز اومد. باز این مادر جنده اومد. نمیرسه دیگه انشالله. یه تک. وای وای بمیر ناموسن. میخوای بمیری؟ سیکتیر. بزن خاک و سر. لومی کجاست؟ لومی این وره. وای عقبیم چرا ما؟ رید تمام. خوب بود. ستامون خوب بازی کردیم این راندو، که ستامون خیلی خوب بازی کردیم. حالا ببینیم راند بعدی. حاجی میگم مچ ها 50-50. هم پیکا اینا خوبه، هم پیکا ما خوبه، ولی بیشتر این وسطی خیلی خوب بازی کرد. پرتابی اسمش هم یادم نمیاد. ای شیرم دهنت. آجی اونه بکش ناموسن یه دونه. اومد این مادر جنده اومد ولی مرد. خب اینم مرد. اینم مرد. اینم بزنید. خب مرسی 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 به این یارای خوب. به این مرسی. وای خب اون تو مردی. وای 3 تا کاشتم پشمام. بمیر دیگه. خب خوبه بابا. شل کردی آخه. بمیرم برات. شل کردی عزیزم. معلومه شل میکنی آخه. آجی بو نگاه فقط داره سوپر میندازه. مرسی 25% معذرت. وای من باز استار پاور اون چجوری هستن؟ دمیج من بیشتره، کیلم بیشتره، مورد هامونم که برابره دیگه. 2 تا من موردم 2 تا تو موردی. چجوری استار پاور تو بیشتر؟
پشما. خب بریم بتل بعد. بریم بتل بعدی. این مپ هم کیری یا هیچی ندارم براش. کیت میتونیم بیایم، کیت نمیدونم خوبه ولی خب اینجا من یه بند میدیم یا تیکم خوبه ولی اون پریپیک داد گرفت. پیک چهارم هم خوبه اینم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. یه توی زد دونا پیک میدیم. سپایک خوبه، لیون اینم خوبه. ما همون کیتو میایم. کیتو مدیم خوبه. الان جلو اینا که کیک خوبه. چه گجتی اینا خوبه، اینم خوبه، اینا هم که اوکی. ریکو با میکو چرا آوردی؟ بده این میکوه و اصلا ریدم تو این اسمایی که گذاشتی. سوپر سل براول استارت. خب من از ساید راست رو باید با گجت برم از اینجا به بعدشو. اینجوری مثلا اینجوری وای یه رو زدم میخواستم با سوپر فرار کنم نشد. کیر توش نه کسی ای کسیش خارکس اومده که خب هایپر شارژ هم اومد. جلوی ما مایکو. تمام. یه نفر وای ریدم. تمام. خوب بازی کردم. حالا اونا هم خوب بودن، یارا هم خوب بودن. نمیدونم سوپرسل امروز سوراخ‌ها رو پیدا نمیکنه. شل کرده. من سوپرسل مظلوم. راند دوره همون روال قبلی ولی فکر کنم این بفهمن. ولی خب ما یه کار میکنیم که نفهمن. اینجوری اینم اینجوری میگیریم، اینم اینجوری. تریپل شد فکر کنم. خب بیا تو. وای نیا نمیانی که این یارم. هایپر باز داریم. این خیلی خوبه. دوباره میتونم یه بپرم رو ستاشون. این خوبه. اون رفت رو اون، ما هم رفتیم رو این. تمام. بازم استار پاور ما شدیم. بازم خوبه. اینجا بده یه چیزی. وای ای کیری. وای این یه دو تا دیگه مونده.
چجوری بگیریم بچه ها؟ اینوایت داده این کیه؟ این چیزه تیک بوده. آیا اینجا به نظرتون چجوری بگیریم اینو؟ یا تا فردا باید وایسیم؟ آیا اینجا پول و چیزا هم گذاشتم واسه علی. این بیاد اینو مکس کنم. یه 100 تا جم میخواد، تقریبا 600 تا مونده، 540 تا دیگه میخوام تا باز کنم. بریم بتل آخر. یه بعدش میخوام ویدیو رو قطع کنم دیگه. اینجا هم هیست اومده، اینجا هم بل خوبه چون از این ساید وسط اینجوری میریم بهش اتک میدیم، نمیتونه بیاد جلو. اگر رد شدم از این ور میام به اینا میزنیم، اگر این ورم رفتم از این ور میام به اینا میزنیم. میگم دیگه بل واسه دفاع خوبه اینجا، ولی ما طبق روال قبلی نه. آره این مندی بند بدیم. این چاکو میخواست پیک کنه، این خارکست بند داد، شانس نداره دیگه. داشت چیکار کنه، شانس ریده. کاز خوبه، کاز خیلی خوبه. نه همون کاز رو نمیدونم، چیزم خوبه امبر لخت دیگه. داشت گیر نداره. ما دوباره ما پیک 4 بازم ببینیم چی پیک میدن. میتونیم چیزشو پیک بدیم. کولت یعنی میگی کارلو بیام. ناموسم کارلو بیام. آجی من اینقدر گوش دادم به این حرف رندوما ریدم یعنی خب پیک بیدیم دیگه آجی. دو دل شده بودم چیکار کنم. یعنی اگه خوب بازی نکنم دیگه فوش میدم به این، چون پیک اگه پیک من خودم پیک بدم یه چیزی رو میدونم یعنی میگم به خودم فوش میدم، میگم کیری بازی کردم، ولی تو گفتی اینو پیک بدم دیگه. بعد بازی کردم به من ای کیری اینقدر داشتم تعریف میکردم باز خوبه. این رفت مپش کیری بود. اینجا آتزون خوبه، اینجا تیک میتونیم پیک بدیم، پری پیک هم بزنیم رو تیکه. بند ندید فقط. خب اینجا سرج بده، سرج بند بدیم. سرج از اینجا میاد یه سوپر چیز میگیره، سوپر میگیره دیگه لول 5. نه لول یه دونه میپره 2 میشه، یه دونه دیگه 3 تا بپره دیگه مکس میشه دیگه. آره 3 تا بپره این گایده میشیم. خب بی ما اینجا که دومیم تیکو پیک مینیم. اینجا ریلودشو بگیرم آجی، این که به دردم نمیخواد چون من عقب وای میستم. اینم که همین خوبه، اینم که اینو میرم چون من فقط میام پشت این یا پشت این میخوام بندازم این ورا یا این ورا یا این ور. اگه اومدنم بک میدم این ور. خوبه دیگه بهتون یاد میدم آموزش باشی آموزش باشی باشه آموزش باشی باشه آموزش باش. همون سوتی ندادم که آموزش باشی. نه وای آموزش بازی دوباره سوتی دادم. آموزش با زبونم نمیچرخه پشمو. آموزش بازی باشه آموزش خوبه. خب گجت رو میزنیم سریع میندازیم این وسط چون نیان جلو تخم میکردن این کسکش گجت زده رید. من میگم مثلا تیکو نگاه دایره چیزش بمیره داشت. مثلا اینو نگاه دایره این چیزو میگم چجوری بگم. بعد بندازی این مثلث میشه. مردم مثلث میشه. نمیدونم چجوری تعریف کنم ولی خب اون دایره رو مثلث میکردن خیلی خوب میشد.
داری میبازم من چی کس میگم آجی. یه سپرایز هست تو، امیدوارم بخوره دیگه. بخور. مرسی. ای کیری. وای پرشارج اومد مرداجی. این چه سمی بود. بیا اینم سپرایز دوباره واسه تو، امیدوارم دوباره بخوری دیگه. به این نه، به این نه. از اون ور نیاد فقط خورکسه. اینو بزن دادا. مرسی. خب خوبه. جلویم 30 تا 40 تا جلویم. 40 تا جلویم خوبه. ای کیری. برو بیرون. سپرایز داینامایک. ای کیری. ولی خب تو هم مردی آجی. نبازی ما. سندی دار میرینی ها سندی. ریدی. وای رسیدن آجی. بیا وسط کسخل. جا خالی داری؟ ای ریدم. وای 5 تا آجی. وای برو بیرون. 5 تا. نه تمام. کیری بازی. کیری که بازی نکردم، متوسط بودم دیگه. اصلا سوپرم نمیخورد. گروم بد اذیت میکنه. داینامایت که اون لوه که زیاد اونجوری کیری نیستم، ولی اون خارکسه بد اذیت میکنه. نیا نیا. بیا سپرایز. کجا میخوای فرار کنی؟ میخوره هر گوهی هم مکنی. سپرایز داره میاد. ای کیری میخوره. مرسی. 0 سانت. ریدی. کله سوپر داره میاد. ای کیری هم بالا وای میستادم خوب بود. نصفشو تقریبا رفتیم. 60 تا. اونا تازه شروع کردن. ای کسکش سیکتیر کن بمیر دیگه مادر جنده. حرومزاده سوپرشو انداخته. من چرا ندیدم سوپرشو؟ باردیم نه. شل کن 80% لذت رو ببر. سپرایز داره میاد. اومد. دوتاشون 3 تا تریپل کیلو. ببین اصلا داری؟ تریپل کیلو داری؟ اوه اوه 2 سانت. 2 سانت مونده. همینطوری برین آجی. 2 سانت و 1 سانت و تمام. بچه ها مرسی تا اینجا ویدیو نگاه کردید. بازم استار پاور ما شدیم، ولی خب نه آقا اینو باز کنیم. بچه ها مرسی نگاه کردید. اگه دوست داشتید حتما لایک رو بزنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم کنید دیگه. عشق منید. فعلا خداحافظ.